سلام شنل قرمزی، کجا می روی هان؟ سلام آقا گرگه، دارم میروم خانه مادر بزرگم. آخر مریض شده است و میخواهم برایش نان ببرم. آخه بلا بدون. آخ جان، الان میروم به خانه مادر بزرگش و او را میخورم. بعد همین که شنل قرمزی رسید خودش رو هم یک لقمه چپ میکنم. ببخشید آقا گرگه، ساقی شما کی است؟ چطور؟ خب آخر چه حرکت احمقانه ای است؟ من که همینجا دم دست هستم. خب اول مرا بخور، بعد برو مادر بزرگم را بخور. اینجوری هم میشد. حالا اینا به کنار، تو که آدرس خانه مادر بزرگم را داری؟ تا الان چرا نخوردیش؟ منتظر چه بودی مثلا؟ ای بابا راست میگوی، منطقی نیست. این داستان پر از حفره و سوراخ است. یکی نوشته. آری ولش کن، منطق داستان خیلی خراب است. برویم.